ساکنان ناحیه نورآباد جشن 31 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با شکوه و شهامت خاص استقبال گرفتند. به این مناسبت در مرکز شهرک دربند مجلس تنتنوی و چاره‌بینی‌های فرهنگی و فراغتی برگزار گردید. در آغاز چاره‌بینی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه نورآباد حکومت جمهوری تاجیکستان از نمایش دستاوردهای جماعت‌های شهرک و دهات، تشکیلات و اداره، مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی، کشاورزی و اینچنین ورزشگران دیدن کردند. هر یک راسته نمایشگاه دستاوردهای آموزگاران و خوانندگان، طبیبان و ورزشگران، هنرمندان و کشاورزان و جنگل پروران را تجسم می‌کرد که ساکنان ناحیه محض از فیض و برکت استقلال و مهنت بردبارانه به دست آوردند. همزمان به افتخار جشن 31 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در روند کارهای آبادانی، خط آب نوشاکی، چاه عمودی، سیخ استحصال مبل و مرکز تجارتی به استفاده داده شد. بعداً در باغ فرهنگی و فراغتی شهرک دربند بخشیده به جشن 31 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مجلس تنتنوی برگزار گردید که در این چاره‌بینی نمایندگان مقامات محلی، حکومت جمهوری تاجیکستان، فعالان سابقه داران و دیگر مهمانان شرکت داشتند. در آغاز چاره‌بینی مسئولین مقامات محلی و نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان اهل نشست را به جشن 31 سالگی استقلال دولتی کشور عزیزمان تبریک نموده از غمخوری‌های دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان بابت رشد و انکشاف ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق ناحیه نورآباد سخنرانی کردند. از جمله دوام 31 سال صاحب استقلالی از همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری 324 انشاءات تعیینات گوناگون خواجگی خلق به مبلغ 400 میلیون سومانی ساخته به استفاده داده شده است. با دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با بنیاد ده‌ها انشاءات زمانوی و دیگر انفراساختار ضروری مرکز مأموری ناحیه نورآباد شهرک دربند از فیض و برکت استقلال دولتی بنیاد گردید. ناطقان قید نمودند که با مقصد بنیاد راه و پل‌های عظیم ماشینگذار بین المللی و دیگر انشاءات حیاتاً مهم خواجگی خلق 5 لایحه دولتی سرمایه گذاری عملی گردیده ایستاده است و مبلغ عمومی آن قریب 14 میلیون دلار را تشکیل می دهد که روند کارهای آبادانی محض به خاطر زندگی شایسته مردم پیش بینی شده است. استقلال دولتی که جمهوری تاجیکستان 31 سال مقدم به آن صاحب گردید در تاریخ ملت تاجیک نادرترین پدیده سیاسی و سرنوشت‌ساز می باشد. این روز بر حق آغاز دوره کاملا نو و مرحله تازه در تشکل دولتداری محسوب می یابد، زیرا در آن ایام با تکیه با هستی تاریخی، عقل و خرد و اراده قوی خلق خود توانستیم پرچم آزادی و عدالت را به خاطر حفظ اصالت و ارزش‌های ملی و وحدت و یکدیگر فهمی زیر سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان باز هم استوار گردانیم. تاریخ بعد 1000 سال بار دیگر به ملت صاحب تمدن امکانیت احیا نمودن سنت‌های اجدادی دولتداری را فراهم آورد و در خریطه سیاسی جهان نام دولت مستقل و صاحب اختیار تاجیکان را ثبت نمود. این است که ما باید وطن عزیز خود را دوست داشته در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی آن سهم ارزنده خود را گذاریم. در چاره‌بینی بخشیده به استقبال جشن 31 سالگی استقلال دولتی از نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به 1 نفر مکافات دولتی سپاریده شد. همزمان در این روز به 1 قطار کارمندان تشکیلات و اداره‌های ناحیوی که در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی سهم ارزنده خود را گذاشتند با افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی قدردانی شدند. هنرمندان با برنامه رنگین خود سرشار از مهر و محبت به وطن و استقلالیت خاطر اهل نشست را شاد نمودند. ایدگل محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد.